بعضی برادران و خواهران عزیز ما در پنهانی ها گناهان زیاد را انجام می دهند. در شبکه های اجتماعی به رابطه های نامشروع و فرستادن رسم و نوارهای فحشا برای همدیگر هستند. متاسفانه بعض دختران درون خانه هم به این وبای عصر چنان عادت کرده اند که حتی در پخش مستقیم برآمده خود را برای مردان بیگانه برهنه کرده نشان می‌دهند. العیاذ بالله، پناه به خداوند. ای وای که این شبکه ها و اینترنت و تلفن های دستی چه بدبختی های را بر سر ما آورد. چقدر عائله ها را از هم پاشید و چقدر شخصیت ها را بی آبرو کرده شرمنده کرد. ای آن کسانی که به چنین کارهای حرام که غضب الله را می آرد دست می زنید، فراموش نکنید که خداوند شما را مهلت داده در حال جزا نمی دهد تا بر علیه شما در روز قیامت حجت باشد که برای شما مهلت داده شد تا توبه کنید، نه اینکه باز بر گناهان جرأتمندتر شوید. برادر و خواهر عزیز، وقتی با یک جرأت و بیباکی به گناهان دست میزنی و قانون الله را پایمال میکنی، گمان میکنی که به سوی الله بازگردانیده نمیشوی و از این گناهان کردت پرسیدن نمیشوی؟ قسم به ذات الله که به سوی الله بازگردانیده میشوید و از هر گناهی که انجام داده اید پرسیده میشوید. خوب به یاد داشته باشید که خداوند در آیه 115 سوره مؤمنون میفرماید: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون؟ آیا گمان میکنید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوی ما بازگردانیده نمیشوید؟ یعنی البته به سوی الله بازگردانیده میشوید و از هر یک کاری گناهی که انجام داده اید پرسیده میشوید. برادران و خواهران عزیز، به خاطر لذت چند لحظه‌ای عاقبت خود را به عذاب دردناک خداوندی که هم در این دنیا و هم در آخرت بر سر شما می آید خود را گرفتار نکنید و بیش از این خداوند جبار را به غضب نآرید. والسلام علی من اتبع الهدى. بر بگرد ای طالب حق سوی راه مصطفی، سوی قرآن و کتاب و سوی احکام خدا. بر حذر باش ای جوان از فتنه های دشمنان، نیست بهتر از سلاح علم و دانش در جهان.